إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. علم قیامت به سوی او باز می‌گردد. هیچ یک از میوه ها از غلاف شگوفه خیش بیرون نمی آید و هیچ ماده چه انسان و چه حیوان باردار نمی شود و نه هم بار شکم خیش را به زمین می گذارد مگر به اساس علم او. و روزی که خداوند به ایشان خطاب کرده بگوید کجایند شریفان من؟ میگویند به تو گفته بودیم که هیچ یک از ما هرگز گواه حقانیت چیزهایی که آن را به تو شریک می آوردیم نیستیم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. چیزهایی که از پیش نیایش می کردند از نزد ایشان گم می شود و در می آبند که برایشان پناهگاهی نیست. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان از دعای خیر مانده نمی شود و چون به او زیانی برسد به یک بارگی خود را می بازد و ناامید و دل شکسته می شود. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. ولی چون به او مرحمتی از جانب خیش بچشانیم بعد از آن که سختی و مشکلاتی دیده باشد میگوید این از روی استحقاق من است و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگار خود بازگردانیده شوم هم به یقین برای من نزد او عاقبتی نیکوست. چنان نیست که کافران میپندارند بلکه در این حال کافران را به اعمالی که مرتکب میشوند آگاه میگردانید. بیگمان به ایشان عذاب خشونت اندودی را میچشاند. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. و چون به انسان نعمتی ارزانی کنیم از حق رو میگرداند و پهلو توهی میکند ولی چون بدی به او میرسد به دعای دور و درازی میپردازد. قل ارأیتم این کان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. بگو ببینید اگر این پیام از جانب خدا باشد که هست و باز از آن انکار ورزید پس کیست گمراهتر از کسی که با حق در مخالفت شدیدی به سر میبرد. سنريهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه على كل شیء شهید. به زودی به ایشان نشانه های خود را در آفاق یعنی اطراف و اکناف جهان هستی و نیز در وجود و هستی خودشان نشان می‌دهیم تا برای ایشان روشن شود که این پیام حق است. آیا این خود برای پروردگار تو بسنده نیست که او بر هر چیز گواه است؟ الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه
بكل شيء محيط. آگاه باش، واقعا ایشان از دیدار پروردگار خود در شک. آگاه باشید بیگمان خدا به هر چیز احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حمیم عین سین قاف. این چنین به سوی تو و به سوی کسان پیش از تو خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت وحی میفرستد. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نزدیک است آسمان ها از بالایشان متلاشی شوند و فرشتگان پروردگار خود را تسبیح گویند و برای همه موجودات روی زمین آمرزش میخواهند. آگاه باش که خداوند هم اوست آمرزنده و بسیار مهربان. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. و کسانی که جز او موجودات دیگری را دوست میگیرند خداوند بر ایشان مراقب می باشد و تو بر ایشان سرپرست نیستی. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. و به این ترتیب به سوی تو قرآن عربی را وحی کردیم تا مردم شهر مکه و پیرامون آن را بیم دهی و ایشان را از روز قیامت که در آن شکی نیست بیم دهی، از روزی که گروه بهشت اندرند و گروه هم در آتش سوزان. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اگر خداوند میخواست همه ایشان را امت واحد میگردانید، اما کسانی را که بخواهد شامل مرحمت خیش میسازد و ستمگاران نه برای ایشان کارسازی است و نه هم مددگاری. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. آیا ایشان غیر از خدا برای خود کارسازی گرفتند، در حالی که خدا هم اوست کارساز و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز قدرت دارد. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. در هر امری که در آن اختلاف می ورزید پس حکم آن به خدا تفویض می شود. این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کردم و به سوی او رجوع کنم. فاطر السماوات والأرض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر. آفریننده آسمان ها و زمین است. برای شما از خود شما جفتهای گردانید و نیز از چارپایان جفتهای را قرار داد و بدین وسیله شما را پراگنده ساخت. هیچ چیز شبیه و همانند او نیست و اوست شنوا و بینا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. روزی را به هر کسی که بخواهد گشاده یا تنگ می سازد. حقا که او به هر چیز داراست. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. برای شما از آیین همان چیزی را مشروع ساخت که نوح را به آن سفارش کرده بود و همان چیزی را که به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن اختلاف نورزید. بر مشرکان این امری که به سوی آن ایشان را دعوت می کنی گران تمام می شود. خداوند هر کی را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر کی را که به وی رجوع کند رهیاب می گرداند. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد، آن هم از روی حسادتی که در میان خیش داشتند. و اگر حکمی نمی بود که از طرف پروردگاری تو از پیش صادر شده بود مبنی بر این که تا زمان معین به ایشان مهلت داده شود، یقینا در میان ایشان فیصله می شد و بیگمان کسانی که کتاب را بعد از ایشان میراث گرفته اند در مورد آن در شک تردید اندوده می باشند. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. و از این رو ایشان را به دین اسلام فراخوان، با همان گونه‌ای که مأمور شدی استقامت کن و از هوا و هوس‌های ایشان پیروی مکن، بلکه بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان دارم و مأمور شده ام تا در میان شما عدالت ورزم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شما، یعنی هر کدام ما و شما از نتیجه اعمال خیش برخوردار می شویم. در میان ما و شما حجت مورد نیاز نیست. خداوند بین ما جمع می کند و به سوی اوست بازگشت. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
کسانی که در مورد خدا بعد از آن که دعوت او اجابت شده است مجادله می کنند، دلایل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است. مورد خشم خدا واقع می شوند و برایشان عذاب شدید است. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. خداست که کتاب را به حق نازل کرد و نیز ترازو را. و چی خبر داری؟ شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کسانی با شتاب به جستجوی آمدن قیامت می شوند که به آن ایمان ندارند، ولی کسانی که به آن ایمان دارند از آن می ترسند و می دانند که آن حق است. آگاه باش آنانی که در مورد قیامت مجادله می کنند بی نهایت گمراه هستند. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خداوند بر بندگان خود لطفکار است و به هر که خواهد روزی می دهد و او توانا و صاحب قدرت منی است. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. برای هر کسی که کشت آخرت را بخواهد برای او در کشت او می افزاییم و برای هر کسی که کشت این دنیا را بخواهد از آن برایش می دهیم، ولی در آخرت نصیب ندارد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمین لهم عذاب علیم. آیا برای ایشان شریکانی است؟ یعنی به خدا کسانی را شریک می آورند که از دین برایشان چیزی را مشروع می گردانند که خداوند به آن اجازه نداده است؟ و اگر حکم قاطع مبنی بر مهلت یافتن این کافران نمی بود حتما در میانشان حکم صادر می شد. بیگمان برای ستمگاران عذابی دردناک است. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ستمگاران را به اساس اعمالی که مرتکب شده اند در حراس می‌بینی و این مجازات به ایشان واقع شده نیست، ولی آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند در باغ‌های بهشتند. به ایشان از نزد پروردگارشان هر چیزی که بخواهند میسر است. این است همان فضلی بزرگ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. و این است همان چیزی که خداوند آن بندگانش را که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند مژده می دهد. بگو من برای این رسالت خیش از شما جز دوستی و وابستگان مزدی نمی طلبم. اگر کسی نیکی ورزد ما در آن برای او به نیکی می افزاییم. حقا که خداوند آمرزنده و پاداش دهنده است. ام یقولون افترى علی الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علیم بذات الصدور. آیا میگویند پیامبر بر خداوند به دروغ افترایی کرده است؟ اگر خداوند بخواهد بر دل تو مهر می نهد. خداوند به وسیله وحی کلمات خیش باطل را نابود می کند و حق را ثبات می بخشد، حقا که وی به نهان خانه سینه ها داناست. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. و اوست که توبه را از بندگانش میپذیرد و از گناهان در میگذرد و آنچه را انجام میدهید میداند. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید. دعای مؤمنان نیکو را اجابت می کند و از فضل خیش به آنها زیاد می کند و کافران برای ایشان عذاب شدید است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبیر بصیر. اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ می کرد، البته در زمین سرکشی می کردند، ولیکن خداوند به اندازه‌ای که بخواهد روزی هر کس را نازل می گرداند، حقا که او به حال بندگان خود آگاه و بیناست. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. اوست که باران را بعد از اینکه بندگان او ناامید شدند نازل می کند و مرحمت خود را به همه جا پراگنده می سازد و اوست کارساز و ستوده. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. و از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین است و نیز آنچه از جنبندگان در آنها پراگنده ساخته است و هنگامی که بخواهد میتواند همه آنها را گرد آورد. و ما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما برسد از سبب اعمالی است که خود انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان میگذرد. و ما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. شما هرگز در زمین اراده خدا را عاجز ساخته نمیتوانید و نمیتوانید از سرنوشت خیش فرار کنید و شما را جز خدا کارساز و مددگاری نیست. ومن آیاته الجوار فی البحر كالأعلام. و از نشانه‌های او کشتی‌هایی است چون کوه‌ها که در دریا حرکت دارند. این یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره این فی ذلك لآیات لكل صبار شکور. اگر خواهد باد را استاده می کند، یعنی از جریان باز می دارد، پس مردمی که بر کشتی سوارند روی آب باقی می مانند. بیگمان در اینها برای هر صبر کننده شکرگزاری نشانه‌هایی است. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. یا آنها را به سبب آنچه کردند هلاک می کند و از بسیاری از گناهان در می گذرد. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.
تا آنانی که در مورد آیات ما مجادله می کنند بدانند که برایشان راه و چاره نیست. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. به شما از چیزی که داده شده صرف متاع زندگی دنیاست و آنچه در نزد خداست بهتر و ماندگارتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می‌ورزند. والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. و آنانی که از گناهان کبیره و فحشا اجتناب می‌ورزند در هنگامی که خشمگین می‌شوند از لغزش دیگران در می‌گذرند. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. و آنانی که امر پروردگارشان را اجابت کرده اند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و کارشان در میانشان به اساس مشوره است و از آنچه روزیشان گردانیدیم در راههای خیر خرج می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. آنانی که چون بر ایشان تعدی شود بر آن غلبه حاصل می کنند. وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. و سزای بدی بدیست مثل آن، اما اگر کسی عفو کند و اصلاح نماید پس مزد او بر خداست. بیگمان خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل. کسانی که بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند بر ملامتی ایشان هیچ راهی نیست. انما السبیل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. واقعا ملامتی بر کسانی است که بر مردم ستم و در زمین به ناحق سرکشی می کنند. اینهایند که برای ایشان عذاب دردناکی است. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. و برای کسی که صبر کند و عفو نماید بیگمان این رویه از امور شایسته و استوار است. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هر که را خداوند گمراه کند بعد از این برای او کارسازی نیست. و ستمگاران چون عذاب را ببینند میبینی که میگویند آیا راهی به بازگشت هست؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. و ایشان را میبینی که به عذاب پیش کرده میشوند در حالی که از خواری بسیار فروتن میباشند و با نگاه دزدیده میبینند. مؤمنان گفتند بیگمان زیانکاران کسانی اند که هم خود و هم خانواده خیش را در روز رستاخیز زیانمند ساختند. آگاه باش که واقعا ستمگاران در عذاب همیشگی اند.
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبیل. برای ایشان کارسازی نیست که ایشان را کمک کند جز خداوند، و هر که را خداوند گمراه سازد پس برای او راهی برای نجات وجود ندارد. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ وما لكم من نکیر. امر پروردگار خود را اجابت کنید پیش از این که روزی فرا رسد که برای آن از عذاب خداوند بازگشتی نباشد. در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه هم انکاری کردنی توانید. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پس اگر روی برتابند ما تو را به حیث نگهبانشان نفرستادیم. بر تو جز رساندن پیام نیست، چون انسان را از جانب خیش از مرحمت میچشانیم مباهات میکند. اما اگر به او در اثر اعمالی که خود انجام داده مصیبتی برسد بیگمان انسان به ناسپاسی میپردازد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر چی را بخواهد می آفریند. به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا ويجعل من يشاء عقیما انه علیم قدیر. یا به ایشان به گونه جوره دختر و پسر می بخشد و هر که را بخواهد عقیم می گرداند، حقا که او دانا و تواناست. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. برای هیچ بشری توان آن نیست که خدا با او سخن بگوید جز از طریق الهام یا از ورای پرده، یا پیام آوری را بفرستد که به اجازه وی هر چی را بخواهد وحی کند. بیگمان او برتر و با حکمت است. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. و بدین ترتیب روح یعنی قرآن را از امر خیش به تو وحی کردیم در آن وقتی که هنوز نمیدانستی که کتاب چیست و ایمان چی می باشد، مگر قرآن را همچون نوری گردانیدیم که هر که را از بندگان خود بخواهیم به وسیله آن راه می سازیم و حقا که تو به راه راست هدایت میکنی. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
راه خدایی که هر آنچه در آسمانها و در زمین است از آن اوست. آگاه باش که همه امور به خداوند باز می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم والکتاب المبین. حمیم و قسم به این کتاب واضح. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. این را قرآن عربی گردانیدیم تا به مطالب آن پی ببرید. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بدون شک این کتاب در الکتاب یعنی لوح محفوظ نزد ما بلندپایه و سرشار از حکمت است. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. آیا به خاطر این که قوم اسرافکارید از شما پند یعنی قرآن را به کنار زنید؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ای بسا از پیامبران را که در پیشینیان فرستادیم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. به ایشان هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را استهزا می‌کردند. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. پس آنهایی را که از این مردم قریش در قوت خود سخت‌تر بودند هلاک کردیم و داستان عجیب پیشینیان گذشته است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. و اگر از آنها بپرسی چی کسی آسمانها و زمین را آفرید، یقینا میگویند خداوند صاحب قدرت منی و دانا آنها را آفریده است. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ذاتی که زمین را برای شما فرش گردانید و در آن برای شما راه‌های ساخت تا باشد که رهیاب شوید. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. و آن که از آسمان باران را به مقدار معین فرو ریخت و با آن زمین مرده را زندگی بخشیدیم. شما نیز به همین منوال در قیامت برانگیخته میشید. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ذاتی که همه اشیا را جوره ها آفریده و برای شما از کشتی ها و چارپایان چیزهایی را که بر آن سوار می شوید ساخت. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تا بر پشت آن آرام گیرید. سپس چون بر آن آرام گرفتید نعمت پروردگار خیش را به یاد آورید و بگویید پاک است آن که برای استفاده ما این مرکوب را رام ساخت و ما خود به تسخیر آن دسترسی نداشتیم. و اینا الی ربنا لمنقلبون. و ما بیگمان به پروردگار خود بازگشتنی هستیم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. اینها
اینها در برابر این نعمتها برای خدا از بندگانش جزئی قرار دادند. واقعا که انسان به گونه آشکاری ناسپاس است. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. آیا او از آنچه می‌آفریند دختران را گرفت و شما را به داشتن پسران برگزید؟ و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. در حالی که اگر به یکی از ایشان همان چیزی مژده داده شود که برای خداوند رحمان مثال زده شده است، رنگش سیاه و چهرهش غضب آلود می گردد. اومن ینشأ فی الحلیة وهو فی الخصام غیر مبین. آیا کسی را که در زیور پرورده می شود و در جنگ ها حضور نمی یابد به فرزند خدا نسبت می دهید؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. و فرشتگان را که بندگان خداوند هستند زن وانمود می سازند. آیا آفرینش آنها را مشاهده کردند؟ یعنی در هنگام آفرینش آنها حاضر بودند؟ این گواهیشان ثبت می شود و از ایشان بازخواست می شود. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. میگویند اگر خداوند رحمان میخواست ما ایشان را پرستش نمی کردیم. ایشان به این امر علمی ندارند و ایشان جز گزاف نمیگویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. آیا پیش از این به ایشان کتابی داده ایم که به آن چنگ زننده اند دقیقاً از آن پیروی میکنند؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نخیر، بلکه میگویند پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما نیز بر نقش قدمشان ره یابیم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. با همین منوال پیش از تو در هیچ قریه بیم دهنده را نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عیاش آن گفتند بیگمان پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما یقینا بر نقش قدم ایشان روانیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. گفت آیا حتی اگر طریقه بهتر از آنچه پدران خیش را بر آن یافته اید برای شما آورده باشم؟ گفتند بیگمان ما به آنچه شما به ابلاغ آن فرستاده شده اید کافریم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لذا از ایشان انتقام گرفتیم، پس بنگر انجام کار تکذیب کنندگان چگونه بود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. و به یاد آورید
که ابراهیم با پدر خیش و قوم خیش گفت واقعا من از آنچه شما می پرستید بیزارم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. مگر آن ذاتی را که مرا آفریده و او یقینا مرا راهیاب می سازد. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. و او این دعوت به یکتاپرستی را در میان اولاد خیش سخنی پایا قرار داد تا باشد که ایشان به خدا رجوع کنند. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. بلکه من ایشان و پدرانشان را بهره‌مند ساختم تا آنکه دین حق و پیامبری که در حقانیت او هیچ شبهه‌ای نیست آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. و چون دین حق به ایشان آمد گفتند این جادویی است و بیگمان ما به آن باور نداریم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند چرا این قرآن بر شخصیت بزرگی از یکی از این دو شهر نازل نشد؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ایشان رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند؟ ما روزیشان را در میانشان در زندگی این دنیا تقسیم کردیم و بعضشان را از نظر درجات بالاتر از بعضی دیگر رفعت بخشیدیم تا بعضشان بعضی دیگر را به حیث تابع و فرمان بردار خود بگیرند و مرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه ایشان می اندوزند. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. و اگر چنین نمی بود که مردم به شوق مال و دارایی امت واحد می شدند و به کفر و فساد می شتافتند، بیگمان برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند از نقره سقف‌ها و زینه هایی که بر آن بالا روند می ساختیم. ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون. و برای خانه هایشان دروازه ها و تخت هایی که به آن تکیه می کردند می ساختیم. و زخرفا و این كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. و سامان و آلات زینتی از طلا می ساختیم و این همه چیزها جز متاع زندگی دنیا چیزی دیگری نیست و آخرت در نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. و هر کی از یاد خداوند رحمان روی برتابد با او شیطان را همراه می سازیم که با وی هم نشین می شود. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. بیگمان اینان ایشان یعنی همنشینان خیش را از راه باز می دارند و این گمراهان چنین می پندارند که ایشان راهیابند. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا اینکه چون یکی از ایشان نزد ما بیاید به همنشین بد خود میگوید ای کاش میان من و تو فاصله بین مشرق و مغرب می بود، چه همنشین بدی. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. امروز به شما این سخنان نفعی نمی رساند، زیرا به خود ستم کردید، اینک در عذاب شریکید. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. آیا تو می توانی کسی را شنوا بسازی یا کور و آن کسی را که در گمراهی واضح است رهیاب گردانی؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. پس اگر تو را ببریم هم از ایشان انتقام گرفتنی هستیم. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. و یا اگر چیزی را که در مورد ایشان وعده کردیم به تو نشان دهیم، به هر حال بر ایشان توانا می باشیم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. از این رو به چیزی که به تو وحی کردیم محکم چنگ بزن، تو واقعا به راه راست می باشی. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حقا که این قرآن برای تو و قوم تو یاد بود پیامی است و به زودی در زمینه مورد سؤال قرار می گیرید. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا جز خدای رحمان معبودان دیگری را مقرر داشته ایم که پرستش شوند؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. بیگمان موسی را با نشانه‌های خود به سوی فرعون و کلان شوندگانشان فرستادیم و گفت واقعا من پیامبر پروردگار جهانیانم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. چون به ایشان با نشانهای ما آمد به آن استهزا می کردند. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما هیچ معجزه‌ای را به آنها نشان ندادیم مگر اینکه از معجزه همردیف خود بزرگتر بود و ایشان را به عذاب گرفتار ساختیم تا باشد که برای حق بازگردند. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. گفتند ای جادوگر به پروردگار خود نظر به عهدی که با تو کرده برای ما دعا کن، بیگمان ما رهیاب خواهیم شد. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. چون ما از ایشان عذاب را دور ساختیم بیدرنگ عهد خیش را شکستند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت ای قوم من، آیا پادشاهی مصر از آن من نیست؟ در حالی که این جویبارها از زیر قصر من جریان دارد، آیا نمی بینی؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. من
من بهترم از این کسی که خوار و زار است و سخنش به مشکل فهمیده می شود. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. اگر راست میگوید پس چرا دستبندهای از طلا بر او انداخته نشده یا با او فرشتگان صف شده نمی آیند؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بدین ترتیب وی قوم خود را چنان به ابلهی کشاند تا او را فرمان برداری کردند. بیگمان ایشان مردم فاسقی بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. پس چون ما را به خشم آوردند از ایشان انتقام گرفتیم و همه ایشان را غرق ساختیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. و ایشان را داستانی از پیشینیان و نمونه برای عبرت آیندگان ساختیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. و چون عیسی پسر مریم مثال داده شد ناگهان قوم تو از آن هلهله شادمانی سر دادند. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او؟ این مثال را نزدند مگر برای مجادله. آری ایشان مردم خصومت اندودی اند. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. او نیست جز بنده‌ای که بر وی نعمت ارزانی کردیم و او را به حیث نمونه برای بنی اسرائیل قرار دادیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. اگر بخواهیم البته به جای شما فرشتگانی را بیافرینیم که در زمین خلافت کنند. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. و عیسی نشانه است برای قیامت، پس در مورد قیامت شبهه نداشته باشید بلکه مرا پیروی کنید، این است راه راست. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. و نباید شیطان شما را باز دارد، بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. هنگامی که عیسی با معجزه ها آمد و گفت با سخنان حکمت آموز به نزد شما آمده ام و تا برای شما برخی از آن نکات را که در آن اختلاف دارید روشن سازم، بنابراین از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. این الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. پس گروه ها در میانشان اختلاف ورزیدند، پس وای بر ستمگاران از عذاب روز دردناک. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
ينظرون آیا جز قیامت چیزی دیگری را انتظار میکشند؟ قیامتی را که ناگهان بر ایشان بیاید و در حالی که احساس نکنند؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان در آن روز بعضشان دشمن بعضی دیگرند جز پرهیزگاران. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ای بندگان من، امروز خوفی برای شما نیست و نه هم شما اندوهگین میشید. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آنهایی که به آیات ما ایمان آوردند و فرمان بردار بودند. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شما و همسران شما با نهایت اعزاز و اکرام داخل بهشت شوید. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. دم بدم خوردنی ها و آشامیدنی ها با کاسه ها و صراحی های زرین به ایشان پیش کرده می شود و در آنجا هرچی دل بخواهد و چشم از آن لذت برد مهیاست و شما در آن جاودانه به سر میبرید. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. این است همان بهشتی که شما در برابر اعمال نیک خویش آن را به میراث گرفتید. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. برای شما در آنجا میوه فراوانی است که از آن میخورید. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بیگمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه میمانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عذاب هرگز از ایشان تخفیف نمی‌یابد و در آنجا در ناامیدی کامل به سر میبرند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما به ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان ستمگار بودند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. و فریاد می کنند که ای مالک، یعنی خازن دوزخ، باید پروردگار تو بر مرگ ما حکم کند. مالک می گوید نخیر، شما در اینجا همیشه به سر میبرید. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بیگمان به شما دین حق را آوردیم ولیکن بیشتر شما از سخن حق کراهت داشتید. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. آیا بر کار تصمیم قاطع گرفته ام؟ ما نیز در مورد ایشان تصمیم قاطع گرفته ایم. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. یا می پندارند که اسرار و راز و نیازشان را نمی شنویم؟ چنین نیست و فرستادگان ما یعنی فرشتگان نویسنده نامه اعمال با ایشان اند و کردار و گفتارشان را می نویسند. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بگو اگر خداوند رحمان فرزندی می داشت من نخستین پرستندگان او می بودم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. پاک از پروردگار آسمان ها و زمین صاحب عرش
از وصفی که ایشان به او نسبت می کنند. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ایشان را بگذار به امور بیهوده و بازی مشغول شوند تا به آن روزی که به ایشان وعده شده روبرو شوند. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. اوست که در آسمان ها خداست و در زمین خداست و اوست همان صاحب حکمت و دانا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. مبارک است ذاتی که پادشاهی آسمان ها و زمین و هرچی در میان آنهاست از آن اوست و علم قیامت در نزد اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. و آنانی که به ایشان جز خدا نیایش می کنید مالک شفاعت نیستند مگر برای کسی که به حق گواهی دهد و ایشان می دانند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از ایشان بپرسی آنها را کی آفرید یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان از عبادت او به کنار زده می شود؟ وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. و خدا از این گفته او یعنی پیامبر آگاست که ای پروردگار من براستی اینها قومی اند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لذا از ایشان روی برتاب و بگو سلام به زودی می دانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. حمیم والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حامیم و قسم به این کتاب واضح که آن را در شب پربرکت نازل کردیم حقا که بیم دهنده بوده. فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا إنا كنا مرسلين. در آن هر کار با حکمت خاص واضح ساخته می شود با حکم از حضور ما. بیگمان این ما بودیم که این کتاب را نازل کردیم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمتی از جانب پروردگارت بیگمان او شنوا و داناست. پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه میان آنهاست اگر باور دارید. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. جز وی هیچ معبودی نیست. زنده میگرداند و میمیراند. پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما در نسل‌های پیشین. بل هم فی شک یلعبون. با این هم ایشان در شکند و به بازی مشغول می باشند. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم. نیک
نگاه کن روزی که آسمان دود واضح پدید می آورد که همه مردم را فرا می گیرد. این عذاب دردناکی است. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. میگویند پروردگارا عذاب را از ما بزدای، بیگمان مؤمن می باشی. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. از کجا ایشان پند پذیر می شوند در حالی که به ایشان به گونه آشکارا پیامبری آمد، سپس از او روی تافتند و گفتند تعلیم داده شده و دیوان است. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ما در یک دوره محدود عذاب را از شما دفع می کنیم، ولی شما به کفر خویش باز می گردید. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روزی که با همان گرفتار کردن شدید شما را گرفتار کنیم، واقعا ما انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. پیش از ایشان نیز قوم فرعون را آزمودیم و به ایشان پیامبر گرامی قدر آمده بود. او می گفت بندگان خداوند را به من تسلیم کنید، بیگمان به شما پیامبر امانت داری هستم و در برابر خدا سرکشی نکنید که من به شما حجت واضحی آوردم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. من از این تهدید شما که مرا سنگسار می کنید به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. اگر به من ایمان نمی آورید پس در حد اقل از من کنار گیرید. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. در این حال به پروردگار خود دعا کرد که اینها یقینا قوم مجرمند. فأسر بعبادی لیلا إنكم متبعون. به وی گفتیم که بندگانم را شبانگاه بیرون کن، شما واقعا مورد تعقیب قرار میگیرید. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. و دریا را به گونه آرام به حال آن بگذار، بیگمان ایشان لشکری اند غرق شدنی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ای بسا از باغها و چشمه‌ها که گذشتند و نیز کشتزارها و رهایشگاه‌های با شکوه و راحت بخش و نعمت‌هایی که در آن به خوشحالی به سر می‌بردند. این چنین شد، اینها را به مردم دیگر به میراث دادیم. فنابتت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. آسمان و زمین بر ایشان گریه نکرد و نه هم به ایشان مهلتی داده شد. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. بیگمان بنی اسرائیل را از عذاب ذلتبار نجات دادیم از فرعون، حقا که او متکبر و از اسرافکاران بود. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات
ما ایشان را دانسته بر جهانیان برگزیدیم و برای ایشان از نشانه های ارزانی کردیم که در آن آزمایش آشکار بود. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. بیگمان ایشان یعنی قریش با اصرار میگویند نیست این پیدرود زندگی جز مرگ نخستین ما و ما باری دیگر برانگیخته نمیشیم. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. پس پدران ما را زنده گردانید و بیاورید اگر راست میگویید که واقعا بعد از مرگ دوباره زنده میشید. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. آیا ایشان بهتر و نیرومندترند یا قوم تبع؟ ایشان را و نیز کسانی را که پیش از آنها بودند هلاک ساختیم. ایشان واقعا مجرم بودند. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. آسمان ها، زمین و آنچه را در میان آنهاست به بازی نیافریدیم. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آنها را جز به حق نیافریدیم مگر بیشتر ایشان نمیدانند. إن يوم الفصل میقاتهم أجمعين. بیگمان روز فیصله حساب اعمال به گونه دست جمعی و وعدگاه همه ایشان است. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. روزی که هیچ دوست خود را از چیزی بی‌نیاز ساخته نمیتواند و نه هم ایشان یاری داده میشوند. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. مگر کسی که خدا بر او رحم کند، بیگمان او صاحب قدرت منی و بخشاینده است. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. بیگمان درخت زقوم خوراک گناهکار است. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. مانند فلز گداخته که در شکمها می جوشد، همانند جوش آبی جوشان. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم. او را بگیرید در میان دوزخ بکشانید. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. سپس بر سر او از آب جوشان بریزید. ذق إنك أنت العزيز الكريم. بچش، می پنداشتی که بیشک تو صاحب قدرت منی و محترمی. إن هذا ما كنتم به تمترون. واقعا این است همان چیزی که در آن شک داشتید. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. حقا که پرهیزگاران در جای امنی قرار دارند، در میان باغها و چشمسارها. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. از پارچه های نازک و از ضخیم ابریشمین می پوشند، روبروی هم می نشینند، یعنی با یکدیگر انس و الفت می وزند. كذلك وزوجناهم بحور عين. و به این ترتیب ایشان را با حوران بزرگ چشم پیوست می گردانیم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. در آنجا هر میوه‌ای را با آرامش خاطر فرا می‌خوانند. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك
ذلك هو الفوز العظیم. در آنجا مزه مرگ را نمی چشد جز همان مرگ نخستین را و ایشان را از عذاب دوزخ نگه داشته است و فضل از جانب پروردگارت. این است همان پیروزی بزرگ. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. حقا که آن یعنی قرآن مجید را به زبان تو آسان ساخته ایم تا باشد که ایشان پند بگیرند. فارتقب انهم مرتقبون. پس منتظر باش، آنها نیز منتظرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. حمیم. فرو فرستاده شدن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بیگمان در آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای مؤمنان. و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. و در آفرینش شما و آنچه از جانوران در زمین پراگنده می شود برای باورمندان نشانه هایی است. و اختلاف اللیل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم یعقلون. و نیز در تناوب شب و روز و آنچه خدا از آسمان روزی فرستاده است و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده گردانیده و همچنین در حرکت بادها و تحولات آن برای آنانی که صاحب عقل و برداشت صحیح می باشند نشانه هایی است. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینها آیات خداست که آنها را ما بر تو به حق می‌خوانیم، پس آیا بعد از تکذیب خدا و آیات او به کدام سخن ایمان می‌آورند؟ ویل لكل افاک اثیم يسمع آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. افسوس به حال هر دروغگوی گناهکار آنکه آیات خدا را که برایش خوانده می شود می شنود سپس باز به همان کفر خیش با تکبر اصرار می ورزد گویی که اصلا آن را نشنیده است، پس او را به عذاب دردناکی مژده بدهید. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و چون از آیات ما چیزی را بداند آن را به تمسخر میگیرد، چنین مردمی برایشان عذاب ذلتبار است. من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. و از پی ایشان دوزخ است، ایشان را نه اعمالی که مرتکب شده اند بی نیاز می سازد و نه هم دوستانی که جز خدا برای خود گرفته اند و برای ایشان عذابی بزرگی است. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. این راهنمایی است و آنانی که از آیات پروردگار خود انکار ورزیدند و ایشان عذاب از جنس عذاب دردناک است.
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این خداوند است که به شما بحر را فرمان بردار گردانید تا کشتی ها در آن به حکم او حرکت کنند، تا از فضل او بجویید و تا باشد که شما شکر گزار شوید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را در آسمان ها و در زمین است همگی را از نزد خود برای شما فرمان بردار گردانید. یقینا در این برای آنانی که تفکر می‌ورزند نشانه هایی است. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. برای مسلمانان بگو از آنانی که چشم داشته از روزهای خدا ندارند درگذرند تا مردمی را به اساس کرداری که داشتند مجازات کند. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. کسی که کاری نیک کند برای خود اوست و کسی که بدی کند پس به زیان اوست و سپس به پروردگار خود بازگردانده می شود. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین. بیگمان به بنی اسرائیل کتاب، فرمان روایی و پیامبری دادیم و ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را به جهانیان برتری دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و به ایشان نشانه های روشنی از این امر ارزانی کردیم و با هم اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم ارزانی شد، آن هم از روی حسادت میان خودشان بود. بیگمان پروردگار تو در روز قیامت در میان ایشان در مورد چیزهایی که در آن اختلاف می‌ورزند فیصله می‌کند. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سپس تو را به راه راست از امر یعنی دین قرار دادیم، آن را پیروی کن. از هوای نفس کسانی که نمی‌دانند پیروی منما. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ایشان هرگز از تو در برابر خدا دفاع کرده نمی‌توانند و بیگمان این ستمگاران بعضشان مددگار بعضی دیگرند و خداوند مددگاری پرهیزگاران است. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون. این است دلایل روشن و رهنمایی و مرحمتی برای مردم باورمند. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که مرتکب کارهای ناشایسته شدند پنداشتند که ایشان را با کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند مساوی قرار می‌دهیم؟ به گونه‌ای که هم زندگیشان و هم مرگشان مساوی باشد؟
بد است چیزی که قضاوت می کنند. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید تا به هر کس مطابق به عملش جزا داده شود و ایشان هرگز مورد ظلم قرار نمی گیرند. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خیش را خدای خیش گرفته و خداوند با آگاهی از روش بد او را گمراه ساخت و بر گوش او و دل او مهر زد و بر چشم او پرده افکند؟ پس بعد از اینکه خدا کسی را گمراه گرداند کیست که او را رهیاب سازد؟ آیا پند نمیگیری؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. و گفتند جز زندگانی این دنیای ما چیزی دیگری نیست. میمیریم و زنده میشویم و جز زمانه ما را هلاک نمی کند. ایشان در این باره هیچ معلوماتی ندارند. نیستند ایشان مگر اینکه چیزی را به گمان میگویند. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقین. چون به ایشان آیه های روشن ما خوانده شود دلیلشان جز این نیست که بگویند اگر راست میگویید پس پدران ما را بیاورید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو خداوند شما را زنده می کند سپس شما را می میراند سپس شما را به روز قیامت که در مورد آن شکی نیست گرد می آورد مگر بیشتر مردم نمی دانند. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا می شود در این روز است که راهیان راه باطل زیانمند می شوند. و ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هر گروه را به زانو در آمده می بینی. هر گروه به سوی نامه اعمال خود فرا خوانده می شوند و در آن روز است که طبق کردار خود مجازات می شوند. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. این نامه اعمال کتاب ماست که بر شما به حق گواهی می دهد. بیگمان همه چیزهایی را که شما انجام می دادید می نوشتید. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. به این ترتیب کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پروردگارشان به مرحمت خیش داخل می‌گرداند و این از تومان پیروزی آشکار. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
ولی برای کافران گفته می شود آیا چنین نبود که آیه های من به شما خوانده می شد و تکبر می نمودید و مردم گناهکاری بودید؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. و چون گفته می شد که واقعا وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست، می گفتند نمیدانیم قیامت چیست، ما در زمینه گمان می کنیم و یقین نداریم. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. در آن روز است که بدی اعمالشان برایشان روشن می شود و جزای ناخوشایندی چیزی که به آن تمسخر می کردند آنها را فرا می گیرد. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. و به ایشان گفته می شود امروز شما را به فراموشی می سپارید، همچنان که شما روبرو شدن با این روز را فراموش داشتید. جای شما آتش است و هیچ مددگاری ندارید. ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. این از سببی است که نشانه های خداوند را به تمسخر گرفتید و زندگانی دنیا شما را فریب داد. از این رو امروز از دوزخ بیرون کردن نمی شود و نه هیچ گونه عذری از ایشان پذیرفته می شود. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس ستایش تنها از آن خداست، پروردگار آسمان ها، پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بزرگی و جلال در آسمان ها و زمین از آن اوست و هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت.